خانم من واقعا عذر میخوام، خیلی معطل شدین. ماشین شماست؟ کوچیک شماست. به نظرتون جای خوبی پارکش کردین؟ به نظرم نه واقعا. پس براش دارین من برم. به خدا اگه بذارم. که چی؟ که بری. ماشین تو بردارم، حوصله لوسبازی‌ها رو ندارم. خب همین دیگه، یه موقع قرار بذاریم که حوصله داشتی با هم حرف بزنیم. وقتشو ندارم. منم اتفاقا خیلی درگیرم، ولی یه بار با هم بیای بیرون ولم نمی‌کنی. سیریشی ها. غلامم. ماشین تو بردار، اذیت نکن. چشم. پس زنگ بزنم دیگه. هر وقت شماره‌ام بهت دادم زنگ بزن. شماره‌تو که دادی، 2 دقیقه پیش زنگ زدی بهم. فقط واتساپت اینا رو همین خطته دیگه، خواستم صبح بخیر و شب بخیر بگم بهت. مراقبت کن.